سلام بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 28 اپریل. سازمان پیمان امنیتی دستجمعی نیت دارد با هدف جلوگیری از صورت ناامنی و از جمله ورود نیروهای افراطگرا از افغانستان به تاجیکستان نیروهای زودمال بفرستد. در این باره نیکولای باردیوژا دبیر کل سازمان در یک نشست خبری در شهر مسکو روز 26 اپریل خبر داد. نیکولای باردیوژا گفت امسال اعضای سازمان شیوه‌های ارسال این نیروها به تاجیکستان را ضمن یک آزمایش وسیع مقیاس تمرین کردند. حاضر گروه کاری در تاجیکستان و کاتبات سازمان تشکیل شده است. چقدر پول می‌دهند و چقدر پول ضرور خواهد شد حالا گفته نمی‌توانم. می‌توانم گویم که تنظیم حفظ مرز تاجیکستان و افغانستان خیلی دشوار است. برای تنظیم حفظ مرز پول زیاد لازم می‌شود. باور کنید من در گذشته فرمانده نیروهای فدرالی مرزبان روسیه بودم. نیکولای باردیوژا همچنین مشق‌های نظامی واحدهای جاسوسی نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و جمهوری بلاروس و ارمنستان را یادآور شد که چند پیش در دره رامید صورت گرفتند. با قول ژنرال روس، ناامنی در افغانستان که با تاجیکستان بیشتر از 1300 کیلومتر مرز دارد مایه نگرانی است، ولی با قول او دولت تاجیکستان برای پیشگیری از صورت ناامنی و تحکیم مرز با افغانستان در 2 سال اخیر کار زیاده انجام داده است. در پایتخت روسیه همایش پنجم مسکو درباره امنیت بین‌المللی شروع شد که در آن وزیران دفاع 10 کشور حضور دارند. در این نشست 2 روزه یک مسئله اساسی بحث مبارزه بین‌المللی با تروریسم است. وزیر دفاع روسیه در این نشست گفت که حالا تروریستان به کشورهای آسیای مرکزی هم چشم دوختند. اوضاع در یک سلسله از کشورهای خاورمیانه تقریبا از نظارت خارج می شود. وضع افغانستان هم پیچیده است. تروریستان کوشش دارند که در منطقه آسیا و اقیانوسیه و آسیای مرکزی تکیهگاه پیدا کنند. وزیر دفاع روسیه همچنین گفت که همکاری‌های نظامی کشورش با ناتو و اتحادیه اروپا متوقف شده است. سفیر امریکا در دوشنبه روز 28 اپریل به دانشگاه ملی تاجیکستان صدها کتاب تقدیم کرد. الیزابت میلارد در ادامه معرکه تقدیم کتاب با مؤسسه‌های تعلیمی در تاجیکستان 500 کتابی گوناگون را به کتابخانه دانشگاه سپرد. حکومت امریکا سر از 25 اپریل به مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان بیشتر از 200,000 کتاب هدیه کرده است. من همچون مادری 5 فرزند به شما مشورت می‌دهم که خواندن، باز خواندن کلید دانش است. الیزابت میلارد همچنین با دانشجویان فاکولته‌های زبان‌آموزی و دیپلماتی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت کرد و برای آشنایی با آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه رفت که در آنجا دانشجویان و استادان دانشگاه با پرورش و پیدا کردن نوع‌های گوناگون رستنی‌ها مشغولند. در تاجیکستان بار اول راه موبیلی با استفاده از QR کد یا رمزی زودکشو راه اندازی شد. رمزی سیاهی پیچیده را که در بینایی بسیاری از محصولات خارجی می‌بینید اسمارت فون و یا تلفن‌های هوشمند می‌خوانند و اطلاعات درباره همان مال یا انشاءات را از اینترنت پیدا کرده در اختیار شما می‌گذارند. عین زمان یک شرکت موبیلی رمزگذاری آزمایشی در بعضی از بناهای تاریخی دوشنبه را شروع کرده است. فعلا لایحه آزمایشی در 5 بینای پایتخت عملی می شود. ما نقشه داریم کارمان را توسعه بخشیده انشاءات بیشتری را و نه تنها در شهر دوشنبه به این لایحه شامل نماییم. QR کد یا رمزی زودکشو که اول در ژاپن پیدا شد حالا برای ترغیبات مال، خریدن اشیا، گرفتن معلومات در فرصت کوتاه استفاده می شود. برای استفاده رمزی زودکشو تلفن هوشمند و دارای اینترنت حتمی است. در کاللېجی ملیتسیایی در شهر کولاب حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان همایش را برای ترغیب کتاب شاهنامه فردوسی و کتاب تاجیکان در آینه تاریخی رئیس جمهور امام علی رحمان برگزار کرد. در این همایش شاگردان کاللېج و دانشجویان دیگر مؤسسه‌های تعلیمی حضور داشتند و صحنه جنگ رستم و سهراب را هم در اجرای شاگردان تماشا کردند. با گفته برگزار کنندگان هدف از این کار تشویق جوانان به کتابخوانی و میهن پرستی است. نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میگویند چنین همایش‌ها برای ترغیب کتاب شاهنامه و کتاب امام علی رحمان در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی در روستاها و سپس در مرکز ناحیه‌ها نیز برگزار می‌شوند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.